خب نسبتاً یه پوسیدگی خیلی عمیق رو اینجا داریم و طبق رادیوگرافیشون این رادیوگرافی خب درگیری عصب رو نداریم و به احتمال خیلی زیاد هم با یک درمان محافظه کارانه که هم عصب رو در واقع تقویت بکنیم، محافظت بکنیم، میتونیم ترمیم دندون رو انجام بدیم و از الان جلوش گرفته بشه. متشکرم. خب اینم که دندون ترمیم شد، گسترش پوسیدگی تقریبا وسیع بود، یک لایه محافظ گذاشته شد همینجوری که پیش بینی میشد و دندون با مواد همرنگ ترمیم شد. توی این مرکز کلا فقط با مواد همرنگ دندون ها ترمیم میشه. متشکرم.